این زلزله عذاب خداست. برای کدام قوم فرستاده می شود؟ برای قومی که سرکشی بکنن، برای قومی که از فرمان الهی فرار بکنن، برای قومی که با دین خدا، با حجاب، با قرآن، با نظام خدا اینا تمسخر بکنن، سریال ها بسازن، مردم به فحاشی دعوت بدهن، دروازه های فحشا را باز کنن. فکر میکنن الله غافل است، الله نمیبیند. میبیند عزیز من. امشب چقدر مادران و زنان به این سرزمین خواب نکرده بودند، اطفال گریه میکردن چون یک شایعه پخش شده بود که در افغانستان هم زلزله میشه. شاید بسیار مادران امشب که نماز نمیخوندن نماز خونده باشه. شاید بسیاری ها هم مردان هم ناآرام بودن که مبادا امشب زلزله بشود. عزیز من، فکر میکنی که امشب نشد دیگه خدا رهایی ما کرد؟ نمیشود دیگه. خدا نمیتواند اینجا بیاورد؟ میتواند. بیشتر از 6000 قصر و کاخ ویران شده در ترکیه. بیشتر از 6000 کاخ و قصر. بیشتر از 10,000 نفر به کام مرگ رفت. عزیز من، بیا بیدار شویم. هنوز فرصت است. به خدا اینمی شعار قوم شعیب میدادن. الله اونها را هم به زلزله گرفتار کرد. اونهایی که میگن خشم طبیعت است، این آیات قرآن رو چی جواب دارن برایش؟ و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله. یک بار بگو الله. حضرت شعیب را فرستادیم به سمت قومش و حضرت شعیب یک شعار داشت برای قوم خود. چی گفت؟ اعبدوا الله. کی را پرستش کنیم؟ الله. الله جانان را پرستش بکن، شب آرام بخواب. الله جانان را پرستش بکن، اطاعت بکن، گناه نکن، امر به معروف بکن، نهی از منکر، شب راحت بخواب. ترس به سمت تو نمی آید. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خدا غم ندارند. تکبیر! السلام علیکم برادران و خواهران اسلامی. برای شخصانی که در روسیه و اروپا قرار دارند و نیت سفر به حج عمره را دارند، مرحمت با نرخ ارزان شرکت مهاجر تور پیشکش نموده است. از همین روز به قیدگیری سر می شود. کدام روزی یکمی مرد می خواهد سفر به حج عمره را کند، خودی حاضر در نامرهای روی اکران بوده مراجعت نماید. نرخ بلیت $1900 و اگر از نام کانال ما روی فردا گیرین $1700. این تنها برای ابونچی های ما است. حتما از نام کانال ما مراجعت کنید چون که فایده شما است. الله مهربان حجتان را قبول فرماید. دوستان خدا خوف ندارن چون اونها با کسی در ارتباط هستند که خالق ای جهان است. با کسی در ارتباط است که زمین مالش است. با کسی در ارتباط است که آسمان مالش است. با کسی در ارتباط است که کل قدرت جهان ما تحت قدرت اوست. با کسی در ارتباط است که اگر بخواهد بعض طفلهایی را از زیر اون قصرها بیرون کردن هنوز زنده است. کی نجات داد؟ با آواز بلند. انسانهای قوی هیکل، بازوهای بزرگ مردن، طفل را از زیر اون آوارها بیرون کردن که نه توانایی دفع کردن داشت نه فرار کردن میتوانست، ولی زنده اصلا خراش بر نداشتن. خراش بر نداشتن. کی نجات داد؟ بلند کی؟ الله. محترم نجات میده، ولی برگردیم به سمتش. و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله. چه جمله جالب است و شیرین است. خدایا ما را بندگان مطیع و فرمان بردار بگردان. خدایا تمام مسلمین را در جهان خدایا پشیمان از گناه بگردان. همشان را به سمت خودت دعوت بده. اعبدوا الله. خدا را پرستش کنیم. ورجو الیوم الاخره. و امید به روز آخرت داشته باشین که آخرت می آید. اگر شاید نجات پیدا کرد یک ظالم از عذاب خدا، از در این دنیا به اون عذاب گرفتار نشد، فکر میکنه دیگه عذاب سراغ من نمیاد. یک چیزی به نام قبر است، یک چیزی به نام جان دادن است،
چیزی به نام سؤال نکیر و منکر است، چیزی به نام استاد شدن در برابر پروردگار روز قیامت است. و ارجو الیوم الاخره، و او امید بر روز آخرت داره. آخر چه میگه؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. ای بندگان من، حضرت شعیب به قومش میگفت، پروردگار این را به این امت میگه ولا تعثوا فی الارض مفسدین. به زمین تباهی نکنی، به زمین فساد نکنی. نگو که خیلی گناه کردم خودی چه نشد، رزقم از پیشم گرفته نشد، جیب من پیسه دارم، خانه من کدام مشکل ندارم، مریضی هم برای من نیست. نه عزیز من، این استدراج است، استدراج. اگر دید بنده ای را که به معصیت هست، اگر دید بنده ای را که در رفاه هست، اگر دید بنده ای را که سرکش است ولی نعمت دارد، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود غره نشوی، فریب نخوری که چرا آمریکایی ها در حالی که کافر هستند ولی در رفاه زندگی میکنند، چرا دشمنان خدا در رفاه هستند در حالی که معصیت کارن در رفاه زندگی میکنن. رسول خدا فرمود این اسباب هلاکتشان است. آهسته آهسته پروردگار اونها را در کام عذاب خود میگیرد. عذاب میآید، خدا غافل نیست. والله مخرج ما کنتم تکتمون. خدا بیرون میکند آنچه را اونها کتمان کردن. بنابراین حضرت شعیب گفت ولا تعثوا فی الارض مفسدین، شما در زمین فساد نکنید. از تو پرسان میکنم، تو به ایمان جواب بگو، شراب فساد هست یا نیست؟ بی حجابی فساد هست یا نیست؟ زنا فساد هست یا نیست؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در زمین فساد نکنید. خیلی چی کردن؟ فکذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین. حضرت شعیب گفتن تو دروغگو هستی. امروز هم امت هستن دور از شما عزیزان و جوانان خوب باشن که به علما میگن دروغگو. به شعیب گفتن دروغگو هستی، دروغ میگی. صدا زدن به اونهایی که قوم حضرت شعیب بود. و قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. کافران قوم حضرت شعیب گفتن به دیگرایشان که اگر از شعیب پیروی کردین، اگر دنبال شعیب رفتین، شما بدبخت میشین. پدر امروز پسر میگه دنبال علما نگرد، بدبختت میکنه. دنبال دعوتگران نگرد، بدبختت میکنه. الله جل مجدوه این حادثه را در قرآن بازگو میکند. قوم حضرت شعیب به دیگرانشان میگفتند که اگر از شعیب پیروی کردین شما بدبخت میشین. فکذبوه، حضرت شعیب را تکذیب کردند، با پیامبر خدا گفتن دروغ میگی. الله چی میفرماید؟ فاخذتهم الرجفه، پس گرفتیم ایشان را به زلزله، زمینشان را لرزانیدیم. ابر در آسمان پدیدار شد، هوا خیلی گرم شد، آنقدر خانه هایشان گرم شد، ان قریب بود که از دست گرمی انفجار بکنن. یک توته ابر در میان دشت خدا پیدا کرد، اینها هم از خانه ها بیرون شدن، رفتن زیر اون ابر. شمال سرد از اون ابر می آمد. همه وقت جمع شدن زیر اون ابر، پروردگار ابر را شگاف کرد، آتش را از سمت آسمان فرستاد بالای سرشان. اینها میخواستن فرار بکنن، الله زمین لرزه ای را آورد، زمین زیر پایشان جنبید، نتوانستن فرار بکنن، همشان مثل مور و ملخ سوختن. تکبیر!